واتساپ اصلی رسمی نصب داشته باشه، تو شیائومی اینطوریه که وقتی دستت رو روی نرم افزاری نگه میداری یک کشون میاد پایین، وسطی اپ اینفو یا فارسیش فکر کنم مشخصات نرم افزاری هم چیزی نوشته باشه، نگه میداری، بعدش این وسطی این سه تا گزینه پایین وسطی اپ اینفو یا مشخصات نرم افزار فکر کنم اینه که میزنی، این پایین نوشته کلیر دیتا، پایین یا انستال فور استاپ. این کشویی که باز کنم الان بخوام بزنم، این پایین اینجا این کلیر دیتا رو میزنه، بعد کلیر اول دیتا رو میزنه دیگه. اینو که بزنه همه چی پاک میشه. من نباید بزنم چون مگه بزنم الان نشست داره واتساپم، نشستش میپره. ولی خب کسی که میخواد وارد واتساپ بشه، هنوز شماره وارد نکرده، میتونه این کارو بکنه. برای اینکه میخواد آی پی تغییر بده، میخواد واتساپ رو گول بزنه، واتساپ متوجه نشه، همین شخصی بود که 2 دقیقه پیش داشت تلاش میکرد که یه شماره دیگر رو وارد کنه. حتما باید این کار کرد. اگر این کار نکنید غیر ممکنه کد بده واتساپ، غیر ممکنه.